در مسابقه مذکور هیئت تیم نورسان کشور زیر رهبری مربی اولیم علانظرov از 5 نفر عبارت بود، ولی در مقایسه با پهلوانان از دولت‌های روسیه، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان تربیتگرندگان توجیه خوب برآمد کردند. این است که در 3 وزن 3 جایزه نقره را صاحب شدند. یکی از این جایزه به دلیر رازق‌زاده تعلق دارد. یکم حریف من از شهر قزاقستان بود که او را من با 7-0 در دو دور مغلوب کرده و دوم حریف من از دولت قزاقستان بود که من او را با 7-3 و 7-0 مغلوب کردم و سوم حریف من از دولت روسیه بود که از شهر چیتا او را با 7-0 و 3-0 مغلوب کردم و چهارم حریف من از دولت قزاقستان بود که او را هم با همین خالها مغلوب کردم و 3-0 و 7-0. دلیر رازق‌زاده بار اول است که بیرون از دولت سفر نمود و این نتیجه در کاریرش بهترین نشان داده است. از اینجاست که ناکام گشتن را در بخوری نهایی به کم تجربگی خویش منسوب می‌داند. او از من بقوتر بود و وی کاندیدات مست اسپور بود و تعریف بقوت بودم با او ساز بکشیم بیشتر تعریف تجربه دار و از من بقوتر بود. دانیار محمدشاهیف طول 6 سال است که در گشتین یونان و رومی مشق می‌کند و بار اول نیست که شأن کشور را در چنین مسابقه‌ها حمایت کند. نیخترش در ازبکستان جای اول را صاحب شده، در قرقیزستان به سگانه بهترین‌ها شامل شد. در شهر پاولودار ارزنده مدال نقره گردید. یکم حریف من از شهر پاولودار خودش بود که آن را 12-0 مغلوب کردیم حریف خود را. دوم حریف من از روسیه بود که او را 7-0 مغلوب کردیم و سوم حریف ما از شهر استانا بود که 8-0 مغلوب کردیم و چهارم حریف ما از روسیه با 4-2 مغلوب نموده. پنجم حریف ما از روسیه ما را 4-2 مغلوب نموده. چیزی که مربی اولیم علانظرov گفت در مسابقه عنعنوی مراتب سوم است که در 3 مکتب کودکان و نورسان ذخیره‌های المپی رقم 6 شهر دوشنبه شرکت ورزید. سال اول به نتیجه مسابقه را خاتمه بخشیدند. در سال قبل تنها به گرفتن جایزه برنزی موفق گشتند و بعد امسال خوبتر و بهتر برآمد کردند و این از آن گواهی داد که پهلوانان ما در مدت 3 سالی که سبقت صورت گرفت امکان پیدا کردند تا از حریفان چیزهای ضروری و لازمه را آموزند. این بود که به اسلام کریمov هم زینه دوم نصیب گشت. ما می‌خواهیم که در آینده در مسابقه‌های کلان و کلان مسابقه‌ها اشتراک کنیم و از این هم بهتر و خوبتر برآمد کنیم و جایزه‌های یکم را اشغال کنیم. دو دست پروری مکتب مذکور از اشغال کردن زینه‌های نمایان محروم ماندند، ولی به گفته اولیم علانظرov نسبت به برخی از گشتنگیران روس، ازبک، قرقیز و قزاق لوازم‌های خوب کردند. گرچه از فعالیت بوتور فرمانقلوف 4 سال سپری گردید، این مسابقه در خاطر تا دیر باز باقی میماند چونکه مقام پنجم را صاحب شد. جای پنجم گرفته باشم برای من موفقیت کلان است. در آینده کوشش میکنم که بسیارتر مشق کنم، خوبتر برآمد کنم. گفته جایز است که در منتظم گذراندن جمعیت‌های تعلیمی و تمرینی سهم سرور مکتب تحصیلات عمومی رقم 37 پایتخت شهلا میروان نظر است، زیرا به ورزشگران دو تالار ورزشی فراهم آورد. اکنون گشتنگیران نورس را در پیش دیگر مسابقه‌ها انتظار است. این است که اشتراک آنان در مسابقه بین‌المللی شهر سنت پترزبورگ که ماه مارس صورت می‌گیرد در نظر داشته شده است.